سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان همراه. بنده مهندس محمدی هستم، مدیر مسئول دفتر مهندسی 1100 در شهر جدید گلبهار. خوشحالم که در کنارتون هستم و امیدوارم که لحظات خوش و شادی رو در پیش رو داشته باشید و بتونم در این پیج انشالله اطلاعات مفیدی در رابطه با شهر جدید گلبهار و ضوابط ساختمانی اون خدمتتون ارائه کنم. تصمیم دارم که از ضوابط خاص صدور پروانه، اصلاحیه پروانه، تمدید پروانه، صدور پایانکار تفکیکی و تمامی فرآیندهایی که در شهرداری گلبهار و سازمان نظام مهندسی شهر جدید گلبهار و همچنین شرکت عمران شهر جدید گلبهار در رابطه با املاک اتفاق میفته براتون اطلاعاتی رو ارسال بکنم که امیدوارم مفید واقع بشه و براتون کاربردی باشه. خب لازمه قبل از اینکه این پست ها رو براتون ارسال بکنم توضیحاتی در رابطه با سوابق کاری خودمون در دفتر مهندسی 1100 که با برند مهراز هم شناخته میشه ارائه کنم خدمتتون. بنده بیش از 20 سال هست که در شهر جدید گلبهار اشتغال دارم در حرفه ساختمان و تعداد بسیار زیادی طراحی و اجرا در زمینه پروژه های ویلایی و آپارتمانی و تجاری در این شهر به عنوان رزومه کاری در کارنامه‌مون داریم. خب دفتر مهندسی ما از سال 1392 به طور رسمی در گلبهار شروع به فعالیت کرده و سوابق قبلی ما مربوط به شهر مشهد بوده که در حوزه طراحی و اجرا فعالیت زیادی داشتیم. خوشحالیم که در مدت 20 سالی که سابقه کار در حوزه ساختمان داریم تونستیم خدماتی رو برای عزیزانی که در این حوزه نیاز به کمک داشتن ارائه بکنیم و در خدمت بزرگوارانی که در آینده با اونها در ارتباط هستیم خواهیم بود انشاءالله. بیش از این وقتتون نمیگیرم. خوشحالم که در کنارتونم. ما رو دنبال کنید. انشاءالله اطلاعاتی که بهتون ارائه میشه کاربردی و مفید واقع بشه. روزتون خوش. خدا نگهدار.